درگیری میان ایلان ماسک و دونالد ترامپ، جنگ قدرت، سیاست و پول در یکی از عجیبترین و جنجالی ترین رویارویی های سیاسی و تجاری سالهای اخیر. دو تن از قدرتمندترین مردان جهان، ایلان ماسک و دونالد ترامپ، وارد نزاع علنی و تند شدند که حالا دامنه‌اش به تهدیدهای سیاسی، سقوط بازار و حتی استهزاء رسیده است. ماجرا از جایی شروع شد که ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس، لایحه جدیدی بودجه پیشنهادی ترامپ را به شدت محکوم کرد. او این لایحه را که ترامپ آن را بزرگ و زیبا می‌خواند، پلید و انزجار آور توصیف کرد. چرا؟ چون به گفته ماسک نه تنها کسری بودجه آمریکا را تا 2.5 تریلیون دلار افزایش می‌دهد، بلکه برخلاف وعده کاهش هزینه‌ها با وامگیری نجومی همراه است. ترامپ از این واقعه شوکه شد و در کاخ سفید اعلام کرد از رفتار ماسک ناامید است. او گفت اعلان خصمانه رفتار می‌کند و حتی تهدید کرد یارانه‌های دولتی به شرکت‌های ماسک را قطع خواهد کرد. ترامپ گفت عجیب است که ماسک مخالفت می‌کند، چون در جلسات بوده و از همه چیز خبر داشت. ماسک بلافاصله پاسخ داد کاملا دروغ میگوید، هیچ کس لایحه را به من نشان نداده است. او ادامه داد که ترامپ از وعده کنترل بدهی دولت عقب نشینی کرده و دیگر صادق نیست. این دعوا بلافاصله تأثیر خودش را گذاشت. بازار واکنش منفی نشان داد و سهام تسلا 17% سقوط کرد. طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، دارایی ماسک 34 میلیارد دلار افت کرد، دومین کاهش بزرگ تاریخ این شاخص. اما داستان به اینجا ختم نشد. ترامپ در ادامه ادعا کرد ماسک فقط به دلیل منافع تجاریش مثل حذف یارانه خودروهای برقی به دولت حمله می‌کند. ماسک در پاسخ نوشت اگر من نبودم ترامپ انتخابات را باخته بود. چقدر قدر نشناس است. و حتی پا را فراتر گذاشت و گفت وقتش یک حزب سیاسی جدید در آمریکا تشکیل بشود. او بلافاصله یک نظرسنجی در پلتفرم ایکس، توییتر سابق، راه انداخت و 80% از 2 میلیون شرکت کننده از ایده تشکیل حزب جدید حمایت کردند. این یعنی شکاف میان ماسک و جمهوری خواهان عملاً علنی شده است. نقطه اوج درگیری وقتی بود که ماسک تهدید کرد فضاپیمای دراگون متعلق به اسپیس ایکس را از خدمت ناسا خارج می کند. این فضاپیما تنها ابزار آمریکایی برای انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی است و خروجش می تواند برنامه‌های ناسا را فلج کند. در ادامه ماسک پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت نام ترامپ در پرونده جفری اسپیتین وجود دارد. ادعای بسیار جنجالی که می تواند ابعاد حقوقی هم پیدا کند. از طرف دیگر استیوبن، مشاور سابق ترامپ، وارد میدان شد و گفت ماسک باید از آمریکا اخراج شود. او ادعا کرد ماسک یک مهاجر غیر قانونی است و خواستار آغاز تحقیق درباره وضعیت اقامت و حتی مصرف مواد مخدر او شد، در حالی که ترامپ تهدید به لغو قراردادهای دولتی شرکت‌های ماسک کرده. اعلان نیز پست‌هایی را بازنشر کرده که در آن از استهزای ترامپ حمایت شده. در یکی از پست‌ها نوشته شده بود ترامپ باید استهزا شود. ماسک زیرش نوشته بله. ترامپ هم نوشت ساده ترین راه برای صرفه‌جویی در بودجه من قطع یارانه‌های ایلان ماسک است. حالا سوال بزرگ این است که برنده این جنگ کیست؟ از یک سو ترامپ با اختیارات ریاست جمهوریش ابزارهای زیادی برای فشار دارد، از قطع یارانه‌ها تا تهدید قراردادها. او در گذشته ثابت کرده نهادها و شرکت‌های قدرتمند را هم وادار به عقب نشینی می‌کند. از سوی دیگر ماسک با پلتفرم رسانه‌ای خودش و محبوبیت بین جوانان و کاربران آنلاین نفوذ زیادی دارد. او ثروتمندترین فرد دنیاست و می تواند پیامش را بی‌واسطه به صدها میلیون نفر برساند. اما همین حالا آثار این دعوا روشن است. ماسک بخشی از دارایی خود را از دست داده.
بازار سهام تسلا ضربه خورده. برنامه‌های فضایی ناسا در حال از ابهام قرار گرفته و حزب جمهوری خواه یکی از حامی بزرگ مالیش را از دست داده است. نتیجه نهایی شاید زود باشد برای قضاوت، اما یک چیز روشن است: دعوا فقط یک درگیری شخصی نیست، بلکه برخورد دو قدرت متضاد در آینده سیاست و تکنولوژی آمریکاست. به نظر شما آیا ایلان ماسک باید وارد سیاست شود؟ آیا حزب جدیدش میتواند ترامپ را شکست بدهد؟ نظرتان را حتما در کامنت ها بنویسید، چون نظرات شما آینده این کانال را میسازد. اگر از این تحلیل خوشتان آمده حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتان نرود و زنگوله را هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی را میبیند. تا ویدیوی بعدی مراقب فکرهایتان باشید.